در ناحیه رشت جوان 25 ساله یک واقعه خیلی بد که زمین شاید در اون حالت به این جوان لعنت گفتگی است، آسمان لعنتش گفتگی است. مادر می‌دراید، مادر این جوان داخل می‌شود در یک خانه خلوت. همین جوان با ینگی خودش زنا کرده است. از غایبی برادرش که در رسته سفری کاری رفته است از اون استفاده بود که نبودنش با ینگی خودش این علاقه حرام می‌کند. مادر داخل می‌شود، سیاست و جنجالش می‌کند، حتی تهدیدش می‌کند با پلیس کار می‌کند. چی بد اخلاقی در خانه می‌کند. برادران گرامی، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند ایاکم والدخول علی النساء. زن نامحرم در یک جا تنهاست، حقی در آمدن پیامبر به حکمت نگفتند، خودمان رو دانا گرفته. اصحاب پرسیدند افرأیتم الحمر یا رسول الله. پیامبر صلی الله علیه و سلم اگر ینگم در خانه باشد من میتوانم تنها نزدش دارم؟ رسول الله گفتند الحمر الموت. فتنه که خلوت کردن حیوان با کینان دارد از مرگ هم بدتر است. چرا نصیحت پیامبران نمیگیری؟ امروز چی فساده شد؟ عاقبت چی شد؟ عاقبت این زنای حرام پلید چی شد؟ مادر حجره می‌دراید، حجره خواب خودش وقتی آفتاب گرمی شاید می‌خواهد عصبش کمتر آرام شود، دوباره این ینگش می‌آید میگه که اکنون این اوچت فهمی ولی برادر میگه شوهری من قدر مادری من میگه همسایه هم به حال میدونم شرمنده ایم میگه من کجا میرم؟ یک راه هست فقط آره مادرت فقط میداند این را بیاد از بین بره دیگه هیچ کس نمیداند خود ما میدونیم خلاص اون کرد الله نمیداند. خوب در فتنه این زن گرفتار شد ینگش آمد مادرش در حجره است نزد فرزند خیلی شاید پشیمان شده است بچه‌ام به عقلی کرده است بچه جان آمودی نگاه کرد اون مادری که 25 سال پیش شورای تو رو به دنیا آوردن شاید زمین های این رشت به دستش جمع کرده بود درد کرده بود به دنیا آوردن دردمند شد تمام بدن او با یک تخته میگذر برخی سری مادر میزنن مادر در زمین میغلطد به این جانش میگوید همان دو بردو میپرناید داده جوان میکنه که مادرم سکته دیدش گریزه در گرمی طاقت کردن نتانیست در حمام غلطی دیو وفات کرده است او مردم باور میکنن او رجوع بیش میکنن 16 روز پس الحمدلله به خدمت وزارت کارهای داخلی دستگیر شد. همین چون این فرزند آقی مادری که 2 سال در شیر داد شیر مکیدنش برآمدنش آسان نیست تو جانش که برابر بدنش میکشید تو بیمار میشدی اون دعای بدن نمیکرد برعکس میگو ای الله پروردگار و فرزند من شفا ده اگر فرزند دیوانه باشد پرنیش باشد باور که من مادر را ندیدم که همین بوده در بسایی خانه پر باید همسایه داشتیم عقلی بوده چیزونه که 18 ساله 20 ساله قرآن نچ میگرد نصیحت کردن همسایه که با هم یک خانه بسایی با برتشافی در اینجا قرآن میگردن این مرده که کلان شده گریه میگرد او چیه که دو بشه بچه بوده در اونجا اما دست این فرزند و قتل میرسد چونن انسان ها سبب قتل مادر سبب حشر بهش براش محکم شدن در حال دوزخ آبدارش کشانده شدن غضب خدا لعنت خدا با عذاب قبر دنیا گرفتار شدن آقی پدر و مادر در دنیا زندگی خوب نداره فکر نکنی جوانی تمکه جوانی بمانه حالی پیر میشی آره کوبای جوانی دایما میره گردنای غوث و پر روز خراب میشوند روز بچه ها کلام میشوند من نمیر رنجیدن این پدر مادر فرزند و دشمن میشوند هم در دنیا هم در قبر هم در قیامت اصلا یک انسانه که مادرش ایوه رنجیده است لیکن مادر قدر شخصیت بزرگ است که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند رضایی الله
خوشنودی پروردگار که همین ما جمع آمده ساعتهای شب مون خواب نمیکنه الله ما راضی باشد جنت رو الجنت تحت اقدام انا به جنت سیری پای بود جنت ما خبر در اون شب سبب چیه برادران گرامی سبب زنا و حرام عاقبت زنا آدم کشی مادر کشی آقی مادر رفتم باشه کوچی فیلی چند سال پیش در همی شهری کردم یک جوانی از دختره که 40 پارچه زد کشت وقتی که پرسیدمش چرا این قدر باقلت کشتی گفت من با این معشوقم بود همه حرامی میکردیم روز بیمار شد و وقت تشخیص خون کردم خون مسپاریدم و بیماری سرایت کننده اسپید مبتلا شدم خاطر همه که این اسپید به دست من گذراند از خرد شما کدی زینا بکنی با هم اوزود بگردی سلامت میمونی خدا میگه ولا تقرب زنا اینو زنا عاقبتش شرمندگی زنا عاقبتش عاقبت موضوع پدر شدن است زنا عاقبتش حرامیای بسیار در حرامی خانه است در یتیم خانه و سگیر خانه است عاقبت چیزی خدا من کرده ما او رو نادیده گرفتیم انجام داده و با این اصل بابای سلام اگر ما اون روز اسپیدم تا اومد یافتیم او خدا یک بیماری دیگه که میمونه رو با 50 سال دیگه او تو سرگردان میشه برا برای میخاطر هر چیزی که الله من کرده سیوم آن نفر این شب براش شب خیلی هم رحمت الله نیست مغفرت خدا نیست خاتم الرحیم نفری که با پیشش خواهری است تعریف باشید زنگشون بزنید حضور خواهی کنید دردن شیطان شکنید متکبری رو بردارید سخن پیغمبر بگیرید اطاعت پیغمبر کنید لا يدخل الجنة قاطع الرحیم جنت نمیدارد کسی با پیشش خواهری است حدیثی امام بخاری است از اون برادران گرامی خدا ثروتتان داده است هیچ گپ ندارد $1000 که میده کنید یک خمچه‌آر 5 لیتر روغن 5 کیلو شکر خودی هر یکیش بخوری کمالات و بخوری پیش است این جوان مردی است خواهری شدن و کشکرداندن و با آنها معامله نکردن این مسلمانی جوان مردی نیست چهارم گفت شخصی است که با برادر مسلمان زیاده از 3 شب مورد است که گپ نمیزند هر نفری که زیاده از 3 شب مورد با یک برادرش قهری است با همین قهرگی از دنیا میگذرد ابن عباس در روایت ترمذی به رسول اکرم صلی الله علیه و نسبت دادن گفتن فهو فی النار پس او داخل جهنم میشه الله میفرماید آگاه باشید که واقعا این شب برای همه ما و شما شب قدر دارد برای تمام مسلمانان کره زمین شب قدر دارد شب ظفرمند و غالبیت و عزت و دستبلندی مسلمان علیه دشمنانش قرار دهد پروردگار متعال این برادرانی که در این جمع شدن ما و شما سبب شدند الله هدایت کامل نصیبشان گرداند هر آفات و بلیاتی که به سوی اینها بخواهند اگر آمدنی الله برطرفش کند الله ذوالجلال مهر و محبت قرآن خدا و رسول در قلبای ما و شما زن فرزندان جای بدهد الله مهربان بیماران امت اسلام و شفای کامل عاجل به توفیقا و هدایت پروردگار به فرزندان فرزند صالح برای کسانی که شاید امروز تا امروز نمیدانستند چه جنایت بزرگ نااحترامی نسبت پدر و مادر است خدای توفیق احترام پدر و مادر نصیبشان گرداند و صلی الله علی رسولنا محمد علیه